سلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم به هر یک شما. امروز خرسند هستیم که باز همراهی آینه نیروگین همراه شمایان دیده و دیده رسیده ایستادیم. خوب است، صحت سلامت در هر کجای دنیا که باشید خود را احتیاط کنید. امروز جمعی شهنان در محله دشت سوخته برای تبریک کردن زرین آیتی حاضر هستیم. از نام نزدیکانشان، از نام تاجیکا، محبوبه خاله، مطلوبه خاله، البته از نام نمانامک و محبوبه خاله، از نام زرنگار تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. اگر تیار باشید ما آغاز کردیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده زفرکه. من امروز فهمیدم در این خاندان زادروزی، البته عروس خاندان شکرجانی خاندان زرینایتی زادروزشان بوده است. ناپرسیش شما را ناراحت کرده آمدیم به حضور شمیتان، به حضور نشسته. ما فقط برای ما در کارمشون زرینایتی زفرکه تبریک بکنیم هر یکی آنها را. شما به بالا باشیم، اگر میشنیم برای زرینایتی زفرکه یک تا کرسک میزنیم. تنها شد. مرحبا. مرحبا شمیتان میمونم. زفرکه به چه میبینی بونگا؟ زرینایتی یک جای میدیم ما. زفرکه السلام علیکم. امروز خاندانات ما بایرام بوده است. روزی خرسندی، زادروزی یگانپوشو. امروز زرینایتی را در جشن زادروزشان تبریک میکنیم. زرینایتی زادروز مبارک، روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. خدا کند که یک عائله خوشبخت‌ترین را برپا کنه. در این خاندان فرزندهای صالح و صالحه به دنیا بیاید. مادران عزیز در سر گوهرها نشسته الله‌های ناز را خواندن نصیب کند. این خلبزم‌های زیبا در این خاندان پرشکوه همیشه باشد. فقط آواز گریه کودک برآید در این خاندان. امروز مولود را، امروز روز تولد را مبارک باد میگویم. البته از نام تواجهان عزیزتان تاجی امک، از نام محبوبه خاله، مطلوبه خاله و از نام پدر مادر عزیزتان، از نام نمانامک و محبوبه خاله شما را تبریک میگویم و از نام یکا و یگانه خواهر نازنینتان زرنگارایتی گفتند که خواهری به جان من سیلویک و مسیحتی من امروز زادروزشان است. بیایید سورپریز میکنیم. گفتن خطی تیار شدیم، سورپریز کردیم. هر یک روز دشواری بعد و خرسندی من به شریک من، هر یک مصلحت هایی که میدهد البته آدم بهره میبرد. یگانه دوستی من که همراه هم مصلحت میکنیم، هم صحبت میشویم، غبار دلی مرا میگفتگی انسان رحمت بگویم پدر مادرم وقتی این خیل خواهر نازنین برای من به دنیا آوردند. برایشان رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر عزیز زادروزتان مبارک. از نام تمام عائلتان شما را تبریک میگویم. بگذار همراهی زفرکه یک عائله خوشبخت‌ترین شهر سمرقند را برپا کنید و فقط در این خاندان پرفیض روزی خرسندی شدن گیرد. و البته از نام پدر مادر عزیزتان، از نام نمانامک محبوبه خاله شما را تبریک میگویم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو سینا در دل و در دیده باشی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی. میگویم امروز روز خرسندی مبارک. برای نبینید که دخترک نازنین در دست گلدسته های زیبا دارد. مهمانان یک خرسک میزنیم، گلدسته زیبا را میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. Ala canım ne güzel, ne didem roşan, ala mola kaşe.
مبارک باشه. زفرکه حتی نکنیم همین نزدیک و توی شده بودن توی شد روزی توی البته شیرینی رو بریده. من امروز همچه انانه است در سمرقندی ما در روز خورسندی شیرینی رو میبریم. البته شیرینی رو ما پیشکشی امروز صاحب جشن ها میکنیم. یک جای نیت کرده امروز شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. بیارید تارت پیش ما اون مرحبا. بولا گیرید دستشون کلی کار تیار می تست مرحبا. البته شما شهر دور مفت میکنیم. مبارک باشه. شما هم زفرک کرد. زادروز مبارک. زادروز رو مبارک باش میگیم. مبارک باشه. نارچشیم خاله امروز خاندانات ما بعض بوده است. روزی خورسندی بوده است. دیانی ما با نزدیکتر. امروز جوان‌ها حتی خشرک دعا میکنیم. بگذارن که عائله خوشبختانه رو برپا کنن. همین حالا کشته اکار داره مگر علمی کلیپاسوی خاندانتون اطرافتان و پروانه شوند. بیمالا جان خوش آمده. چای کباب می چای سیاه میگفتم خیلی روزی خورسندی رو فقط شما تبریک کردن گیریم. مرحبا. سلام علیکم. السلام علیکم میکنم. خوش آمدیتون همراهان خدا. خوش آمدیتون. رحمتی کلام همفرین جشن تشکیل کردگاتون و رحمتی کلام الهی کم که نبسرم هم باشون الهی کم خوشحقری کنن الهی کم سر بدارم همه وقت رزولو همه خیلی نزد دارم رحمت سلامت باشن. نایما بابا تبریک میکنن که به خالا میکنم اصلا صرف آزاد شوی تو همین خاندان با همه خورسند شد و اومده روزی خورسندیات اومد از این زور شدیم و توی تماشا بشنید فقط رضای ناز بشنید خوش آمدیتون همتون میمونم. رحمت رحمت سلامت باشن. اکنون ما نوبت رو با اپراتور میدیم. یک تشمن رو رقص میگیرم بعد از آن میرقصید. هم خیلی خوش رو که امروز زادروز رو با درجه اعلا میگذارونیم. خورسندی میکنیم بعد از آن با ما جواب. مرحمت همراهی امروز داماد و عروس یک جای رقص میگیریم بعد از
گیدانم دوای چشمم تو شدی درد و دوای چشمم یادی بینم رهای اشکم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا نالکنم نمیشه همدم بودم همیشه دردک دل آزاره دوان دوان بپیشه نالکنم نمیشه همدم بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی کو یار بیا
من بیننده های عزیزی ما امروز ما در محله دشت سوخته مهمان شدیم در خانواده زفرکه برای تبریک کردن زرینایتی از نام نومان آمد از نام مویبه خاله از نام تمام نزدیکانشان این لحظه های خرسندی را تبریک کرده همراهی شمایان به هم دیدیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید صحت سلامت باشید رحمت سلامت باشید خوش معنی جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روز نگویتان مبارک مبارک
زمان باشه ما اهل هنر خواهیم خوشبخت زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در